حکایت بیمار و طبیب. در زمانهای قدیم مردی کرد در روستایی کوچک زندگی میکرد. کردی بود نیرومند و قوی بنیه. روزها در مزرعه و باغچه کار میکرد و شامگاهان خسته و تشنه و گرسنه به خانه باز میآمد و در کنار همسر و فرزندانش زندگی را به خوبی و خوشی میگذراند. روزی از روزها مرد کرد زودتر از روزهای پیش از مزرعه به خانه آمد. همسرش او را رنگ باخته و رنجور و خسته و چهره در هم شکسته دید. استکانی چای گرم برایش ریخت و بالشی نرم بر پشتش نهاد و حالش را پرسید. مرد کرد نالید و گفت در مزرعه کار میکردم که ناگهان دردی جانکاه در پهلویم پیچید. دردی بسیار شدید. دردی که امانم را برید. دردی که به کلی کارم را ساخت و مرا از کار انداخت. همانجا نشستم و قدری استراحت کردم تا اینکه دردم کمتر و حالم بهتر شد. دوباره شروع به کار کردم و دوباره درد شروع شد. دیگر نتوانستم به کار ادامه دهم. این بود که دست از کار کشیدم و به خانه آمدم. زن گفت لابد پهلوهایت چاییده است. اگر شالی بر شکم و پهلوهایت ببندی حالت بهتر می شود. شاید باری سنگین برداشته ای و بر پهلوهایت فشار آورده ای. باید بخوابی و استراحت کنی تا بهبود یابی. مرد کرد شام مختصری خورد و به بستر رفت. اما درد پهلو نگذاشت که خواب میهمان چشمهای خسته اش شود. هر لحظه که میگذشت درد شدت میافت. کرد فریاد برمی آورد و مینالید. زن گفت این گونه که پیداست درد پهلویت از سرماخوردگی نیست. باید طبیب را خبر کنم. در آن ناحیه طبیبی بود حاذق و ماهر که تا بیماری را میدید از رنگ چهره پی به نوع بیماری او می برد و با یکی دو داروی گیاهی معالجش می کرد. معجون‌هایی از گیاهان خودرو ساخته بود که می گفتند حتی مرده را هم زنده می کند. زن همسایه ها را خبر کرد. یکی از همسایه ها سوار بر اسب به سوی خانه طبیب تاخت. نزد طبیب شتافت و او را یافت و بر بالین بیمار آورد. طبیب زبان بیمار را دید و نبضش را گرفت و بعد با ناراحتی سر جنباند و لحظه‌ای ساکت ماند و به فکر فرو رفت و زیر لب وردی خواند. زن و همسایه های کرد وضع بیمار را از او پرسیدند. طبیب با غروری میخواست مهارت خود را در طبابت به رخ همگان بکشد گفت از این دست کو برگ رز میخورد عجب دارم هر شب به پایان برد. طبیب از معالجه بیمار ناامید شد و دست از وی بشست و گفت گمان نمی کنم که این بیمار تا سحرگاه فردا جان سالم به در برد. حالش بسیار بد است و دردی مهلک دارد. هیچ دارویی این درد را ساکت نمی کند. این درد آنقدر شدید است که بیمار را بیهوش کرده است. البته این برایش بهتر است چون در بیهوشی درد را نمیفهمد. در بیهوشی هم خواهد مرد و رخت به سرای دیگر خواهد برد. معالجه چنین دردی از من ساخته نیست. مرگ با تمام نیروهایش او را در بر گرفته است و تا سحرگاه جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد. همسر کرد گفت آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ او که امروز صبح کاملا سرحال بود و حالش خوب بود. او بسیار نیرومند و قوی بنیه است. تا کنون سابقه بیماری نداشته است. مگر چه مرضی دارد که چنین میگویی ای طبیب؟ یعنی هیچ امیدی نیست؟ حتی دعا و نذر و نیاز؟ طبیب گفت آنچه میگویم از روی دانش و تجربه است. اگر ذره‌ای هم امید به زنده بودنش بود من از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کردم. در واقع او هیچ گونه مرضی ندارد. فقط غذای بسیار بد و سنگینی خورده و دل درد گرفته است. همین درد کشنده او را خواهد کشت. طبیب ادامه داد که در سینه پیکان تیر تتار به حسق معکول ناسزگار
گر افتد به یک لقمه در روده پیچ، همه عمر نادان برآید به هیچ. طبیب با ناراحتی از این که نتوانسته از کاری برای بیمار بکند خداحافظی کرد و رفت و همسر و همسایه مرد کرد را غمگین و پریشان باقی گذاشت. آنها تا صبح در کنار بیمار نشستند. هیچ یک نخفتند و تا سحرگاه بیدار نشستند تا در وقت مرگ مرد کرد همسر فرزندانش تنها نباشند و نه هراسند. هنگام نماز صبح همگی به نماز ایستادند. مرد کرد نیز از بستر خویش بیرون آمد و وضو ساخت و به نماز ایستاد. همسر و همسایه‌های بیمار با حیرت به او چشم دوختند. باور نمی‌کردند که او به هوش آمده. همسر مرد کرد گفت خدا را شکر، مثل اینکه حال ایشویم خوب شده است. گویا تشخیص طبیب بر خطا بوده و عمر ایشویم به دنیا بوده است. مرد با تعجب گفت من که هیچ گونه ناراحتی ندارم. درد پهلوهایم به کلی خوب شده است. مگر طبیب آورده بودید و او چیزی گفته بود؟ یکی از همسایه گفت تو از شدت درد بیهوش افتاده بودی، گویی که به دیوار مرگ تکیه داده بودی. ما هیچ امیدی به زنده ماندن تو نداشتیم. طبیب گفته بود که تو تا سحرگاه جان سالم به در نخواهی برد و حتما خواهی مرد. مرد کرد خندید و گفت خواهم مرد، آن هم از یک دل درد. ببینم از کی تا حالا مرگ و زندگی انسانها به دست طبیبان افتاده است. میبینید که من نمردم و سالم و سرحال و زنده پیش روی شما ایستادم و دوباره دل به زندگی دادم. مرگ همه موجودات فقط و فقط در دست پرقدرت خداوند است. باقی حرفا همه چرند است. همسایه مرد بیمار بسیار خوشحال و خوش‌دو شدند و خواستند به خانه‌های خویش بازگردند، ولی مرد کرد از آنها خواست تا صبحانه را در خانه او بخورند. همه پذیرفتند و ماندند جز یک نفر که رفت تا خبر بهبودی مرد کرد را به طبیب برساند. همسایه مرد کرد بساط صبحانه را چید. همه همسایه‌ها دور سفره صبحانه نشستند و شروع به خوردن صبحانه کردند. هنوز از سر سفره برنخواسته بودند که مردی که به خانه طبیب رفته بود بازگشت. در نگاه مرد حیرت موج می‌زد. او آمد و نشست و گفت پیش از آنکه به خانه طبیب برسم در بین راه خبردار شدم که طبیب دیشب پس از بازگشت به خانه خود در خواب مرده است. مرد کرد و همسایه‌ها از شنیدن این خبر شگفت‌انگیز انگشت حیرت به دندان گزیدند و به فکر فرو رفتند. آری، قضا را طبیب اندر آن شب بمرد. 40 سال از این رفت و زنده است کرد. بله، مثل که قضا قدر برعکس شد.